بعضی وقتا میونه هیاهو و شلوغی زندگی شهری نفست بند میاد و دلت میخواد به دل شب پناه ببری، به دل شب شهر زیبایی که از قدم زدن در نفس به نفس لحظه هاش لذت میبری. امشب برای تهیه گزارش اومدیم دنبال یه موضوع خاص به این خاطر که نه آدرسی ازش داشتیم به راحتی بتونیم پیداش کنیم، نه شماره تلفنی که بتونیم باهاش هماهنگ کنیم. برای همین الان ساعت هاست که داریم دنبالش میگردیم و هنوزم پیداش نکردیم. برای پیدا کردنش سراغ کسایی رفتیم که توی این شهر از هر کسی به اون نزدیکتر بودن. کجاه؟ از اون بالا جمعه تونشزیبا. خدا جان سلام. حال شما خوب هستین؟ خسته نباشید. می‌دونید ما چقدر دنبال شما گشتیم؟ این همینجا دیگه. همیشه همینجا شما؟ آقا عبدالله، پیرترین رفتگر شهر. خدا عمر با عزت بده. سلامتی. چند تا بچه دارین آقا عبدالله؟ 6 تا بچه. میگه اهل سنندج و 18 ساله که دور از خانواده‌اش تو تهران داره کار میکنه. حالا الان اومدین اینجا، شرایط کارتون خوبه؟ کار همین شهرداری دیگه. شهرداریش موز نمیده دیگه. همون 6 تومن میده. خب این 180-190 تومن به کجا میرسه؟ هیچ جایی نیست. چاره نیست. شبا که کار میکنید، روزا کجا استراحت میکنید؟ روزا توی پارک اومدم. توی پارک ها؟ یعنی جای مشخصی ندارین؟ هر سری یه جا میرین؟ نه جای مشخصی ندارم. اما واقعاً اینه نتیجه زحمات شرافتمندانه این پیرمرد؟ آقا عبدالله بزرگترین آرزوت چیه؟ آرزو خیلی آرزو دارم ولی آخه چیه؟ مثلا یه دونه شما بگو یه دونه آرزوات. آرزو خیلی مثلا زن نگرفتن، منظوم ندارن، خانه ندارن. آرزوی پیرترین رفتگر این شهر سر و سامون گرفتن بچه هاشه؟ آره خوب. برای خودت آرزویی نداری؟ برای خود نه. برای خود نه. برای بچه ها دارم. کارتو دوست داری یا نه؟ چاره میاد. باید کار کنم. و کار نکنم هیچ. آقا عبدالله یه سری هستن که هم تو خیابون راه میرن، یه مثلا یه پفکی میخورن، یه بستنی میخورن، آشغالشو پرت میکنن تو خیابون. دیدی شما دیگه؟ خب این حرکت رو میبینی چه حسی به دست میده؟ چیکار کنم؟ گوش نمیده. یعنی شما گفتین گوش نکردن؟ نه گوش. بعد شما با همین لباس بودین که بهشون گفتین یا نه؟ این لباس دیگه. با این لباس بودین بهشون گفتین بعد اونا گوش نکردن؟ نه. چی میگن در جواب شما؟ که میرزین جمع کن، که میرزین جمع کن، که میرزین جمع کن. آقا عبدالله اولین باری که این ماشینایی که آشغالا رو جمع میکنن زباله ها رو میریزن توشون، ماشینای مکانیزه حمل زباله، اولین باری که اونا رو دیدی چه حسی پیدا کردی؟ گفتین دیگه کار نمیخوان. حالا اونطوری شد که ببینین کارگر نخواستن یا نه؟ کارگر میخوان اونا؟ کارگر میخوان ولی کم میخوان. کم میخوان. آقا عبدالله من چایی آوردم، یه چایی با هم بخوریم. سلامت باشید. اگر بازنشست بشم دیگه میرم. خب کی بازنشست میشین؟ معلوم نیست. الان شما چند سال چیز دارین بیمتون رد شده؟ 18 سال تهرانی. چطور 10 سالش رد شده؟ خوردن دیگه پیمانکار خورده دیگه رد نکرد. و باز هم پیمانکارها، این بار نه فقط حقوق یک کارگر که 8 سال از زندگی اون رو نادیده گرفتن. آقا عبدالله خیلی خوشحال شدم باتون صحبت کردم. سلامتی ان شاءالله سری بعد بیاین تو سنندج سر زمین زراعیتون ببینیم. خدا. و شما اگه یه وقتی یه شبی از این شهر زیبا عبور کردی، یادت باشه یکی هست که چشمش براهه تا خوش خبری بیاد و دستش رو بگیره و یک لیوان چای باهاش بنوشه. یه لیوان چای برای در شدن یک عمر خستگی
که فقط 10 سالش رو به حساب آوردن.